با سلام خدمت شما خواهران، ملت نمک نشناس، دخترها، پیرزنها، مفخورا. در خدمتتون هستم، سغرا بیوتی. امروز میخوام یکی از موارد زیبایی را در این دوران اسفناک که همه در خانه مانده ایم که امان باشیم رو بهتون یاد بدم. یکی از سوالاتی که شما خواهران از من بسیار سوال کردید ریش و سیبیل و مشکل ریش و سیبیل بود. چطوره ما؟ خب مشکل ریش و سیبیل بود دیگه. سوال کردید که ما ریش و سیبیلمون رو چجوری از دست بدیم. خواهران، بهترین روشی رو که من میتونم بهتون یاد بدم این هستش که یکی از این دستمال‌های خیس که ما تحت فرزندانتون رو تمیز میکنید با کمی صابون ورداشته صابون، خب این رو به صورتتون مالیده، دماغتونم یادتون نره چون مو در میاره. یکی از این تیغ‌ها که شوهرتان استفاده کرده رو برداشته و ریش و سیبیل رو زده. خواهرانی که ریش و سیبیل جز کارشون می باشد و جزو یونیفرمشون می باشد، شما احتیاجی نیست که این کار رو بکنید. شما ریش و سیبیلتان را نگه دارید چون مال ابزار کارتونه. خواهرانی که در خانه هستید و ریش و سیبیلتون رو در این اسفناک، گفتم دوران اسفناک، باید از دست بدید و یه مقدار احساس لطافت بهتون دست داده، از این تیغ‌ها برداشته و چیکار کرده؟ بعد از اینکه این صابون مابون رو همه رو به صورت مالیده، ریش‌ها رو زده. اینجا رو یادتون نره. سیبیل رو هم به همچنین. بعد دوستان و خواهران مخوران عزیز، حدود ساعت 5 بعد از ظهر معمولا شما یه سایه اینجا میبینید، بهش میگن 5 o'clock shadow. چیکار میکنید؟ قبل از که شوهر بیاد خونه، خوب نیست که این سایه رو صورتتون دوباره تیغه رو برداشته، صابونه رو برداشته تون قبل از که طرف اصلا وارد خونه بشه، شما برداشته دوباره این ریش و سیبیلا رو زده. یه باز این حجابه افتاد وامونده. پیشونیتونم بزنید، اینجاها رو هم بزنید، مثلا ابروتون هم بزنید، هم دماغ یا نوک دماغ زدید. و این موارد زیبایی امروزی که من به شما یاد دادم خواهران عزیز، زیبا بمانید، لطیف بمانید. و گفتم خواهرانی هم که ریش و سیبیل جز کارشون می باشد، ابزار کار می باشد، شما احتیاجی نیست، شما هم ریش و سیبیلتون رو نگه دارید و من در خدمتتون بعداً خواهم بود. سغرا بیوتی هستم. امیدوارم که روز